السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته و مغفرته. برادران امروز انشاءالله روزی جمعه است. جمعه سید روزها، یعنی شما را به این روز سید تبریک و تهنیت و مبارکباد گفته به شما تنی صحتی و خاطر جمع تمانا داریم. انشاءالله امروز درباره تهیه مسجد هم صحبت میشیم. چی خصلت ها و چی مثبت ها برای انسان، برای هر یک فرد مسلمان فایده آور است. نماز تهیه مسجد 2 رکعت بوده. بعد از داخل شدن بر مسجد انشاءالله پیش از نشستن و یا در آمدن بر مسجد انشاءالله گزارده بشود. پس از ورود به مسجد اگر به نماز فرض و یا نماز دیگری پرداخت، همون نماز به جای تهیه مسجد هم کفایگی میکند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی از شما داخل مسجد گردید، پیش از آن که بنشیند 2 رکعت نماز بگذارد. و در یک روایت دیگر فرمودند 2 رکعت نماز نگذارد ننشیند. تهیه مسجد از نظر مشایخ مذهب حنفی سنت است و در جای دیگر مستحب نیز آمدگی هست. با گفته ابن حجر در فتح و صاحب تحفه احوزی، اون با اتفاق فتوا مندوب است و پس از ورود بر مسجد به جای آورده می شود، همون گونه که در بیان فضیلت و اهمیت عبادات آن احادیث زیاد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت شدگی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی مرد را دید که از بالای سر مردم می گذشت و بر وی گفت بنشین که آزار دادی و او را از گزاردن نماز امر کرد. از زید ابن اسلم نیز روایت شده که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر مسجد می در آمدند، آنگاه بیرون می شدند و نماز تهیه مسجد را نمی گذاریدند. همون گونه که در حدیث بالا آمده افضل است که 2 رکعت نماز تهیه مسجد را پیش از نشستن به جای آورد و اگر بنشست برخواسته آن را بگذارد که آن با نشستن از وی فوت و ساقط نمی گردد. از ابوذر رضی الله عنه روایت شده بر مسجد در آمدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آنجا بود و بر من گفت آیا نماز گذاریدی؟ گفتم نه. فرمود برخیز و 2 رکعت نماز بگذار. اگر روز جمعه در اثنای خطبه خواندن امام به مسجد وارد شود، نماز ائمه حنفی نماز تهیه مسجد از وی ساقط است، باید بر خطبه امام گوش فرا دهد. گزاریدن نماز تهیه مسجد در وقت‌هایی که نماز در آنها نهی شده است، وقتی برآمدن زوال و نشستن آفتاب نیز جایز نیست، زیرا گزاریدن هر گونه نماز در این وقتها با احادیث صحیح و به طور مؤکد نهی شدگی است. و غیر از نماز قضایی، کدام شخصی که نمازها را قضا کردگی باشد در کدام وقتی که نباشد، گزاریدن وی در گردن آدم شرط و ضرور است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. روز سید جمعه به همه شما مبارک باشد برادران.